او ذاتی که پکتیکا و خست تکان داد هرات هم تکان خواهد داد. او ذاتی که خست و پکتیکا را تکان داد اگر من و تو رجوع به الله نکنیم این زمین را هم تکان خواهد داد. پس به اینه که همه ما رجوع داشته باشیم. ای از بزرگان امارت اسلامی من میخواهم خصوصا در رأس از جناب حضرت امیر المؤمنین حفظه الله که دستور بدن به تمام افغانستان مردم رجوع کنه به دعا و تضرع و به نیایش و به ختمهای قرآن و یکم ماندو چند نفر بودو 14 نفر آدم زیر کلوغای خود یکم 14 نفر آدم زیر خونه هیچ کدوم هنوز اینا بدر نشونه هیچ که بدر نشده داشت پنجایی به زیر کلوغای خود کودک پنجایی به زیر الله خدا زما زوی ورک زما یو زوی ورک دی نه پوهېږم په ځان هم نه پوهېږم ګرانه دا 3 ورځې کېږي په دا خاورو کې پرته یم خپل شهیدان از کوم. این حرف را من به تمام ملت افغانستان میگویم. اول برای من خود، برای من خطیب، برای من سر تا پا تقصیر که همه ما بیاییم به سوی الله رجوع بکنیم. همه ما گناه کردیم، معصیت کردیم، کفران نعمت کردیم، کفران نعمت.